aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Sana geldim, al yine büyüt beni. Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? استاد ما هم یالا پیش یه آدم آمدیم تشویش نکنیم. یه آدم کل چیزم میفهمه، اما نمیخوای امرای ما کمک کنه. متردد بود، شاید نمیخوای دوچار مشکل شود. بیادر، ما اونا را دیدم که کجا رفتن. شرکت صاف‌سودا داروهایی را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمری، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک توک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید به شما تخفیف کرده می‌شود. استاد یک دقیقه ما بعداً براتون زنگ میزنم. خداحافظ. از موتر استادم پایین شدن، طرف کراز رفتن، همینجا پایین شدن. بیادر، در کراس چی میکنن؟ براتون چیزی نگفتن؟ نه خیر، او بچه که همراهشان بود. یوسف، بعض افراد از پشتشان رفتن، کدام دشمنی داشتن. استادم برشان نشانی را گفت، شاید کنو را بکشن. بیادر، جان، خواهرکم خوب هستی؟ حالا بلند شو که بریم. من کمکتان میکنم. بخیز. جان خواهر، کوشش کن که بریم. پای سر بخوردم. ایلیف را گشته نمیتونه، حالا چطور کنه؟ ما منتظر بودن نمیتونیم. من تو را میبرم. بیا ایلیف، در پشم خدا بنداز. بیا. الا او بچه احمق کجا گم شد؟ کوشش میکنن به جای اون خدا برسانن. عجله کنین، زود باشین بریم. زود پیدایش کنه، اگه شما را از بین میبرم. نباید زیاد دوام کنم. بریم. مادر به قدیم زنگ زدم و همراهش گپ زدم. میگه که او استاد گپ نمیزنه، نشانی اون آرام نمیگه. میگه من از هیچ چیز خبر ندارم، زن دروغگو. مجبور است که بگویه. باید بفهمن او را چه قسم سر گپ بیارن.
اگه پلیسا نفهمن باز ما میفهمیم. مادر به خدا قسم میخورم که آزاد خبر نداره. به گپایم خود گوش کنه. نمیخوایم بشنوم زمرد. به ما در مورد آزاد هیچ چیز نگو. ما به نام آزاد هیچ نواسه ندارم، فهمیدی؟ به خاطر آزاد گریه میکنی؟ نه. ازت تشکر میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که بچه ما را بسیار دلاور و با وجدان تربیت کردی. نه، از هر دویتان تشکر. اما جمال خوب بیبی آزاد دیگه خانه نیست. علیام همراه امزد میگانه که پیش دکتر نمیرم. میگه نمیخوام تداوی شوم. هیچ نمیفهمم که چی کنم. نه، دلت از طرف علی جمع باشه. ما او را قانع میسازم. جمال خوب است که هستی. شکر که همراهم هستی. بله استاد، شکر که شاگرد و آدم با وجدان بود. تمام گپا را گفت، نشانیشان برم گفت. ما هم امو طرف میرم. میتونی اونا رو پیدا کنی بچه یا نه؟ انشالله پیدا میکنم استاد. با پلیس هم خبر دادم. شما برام دعا کنین تا پیدایشان کنم. بچیم، وقت داری که گپ بزنیم؟ اگه آمدین که مرا قانع بسازین کوشش نکنین. اجازه بده که کمی به خاطر شما کوشش کنم تا دوباره زندگی قبلی ما پیدا کنم. ببینین پدر، کوشش نکنین. من نمیخوایم خوب شوم. به فکر خوب شدن من نباشید. اگه نمیفهمین و باید ندارین باز، من نمیتونم کل چیزه درباره خود براتون بگویم. ما یک شخص تنبل و بیکار هستم. بچه شما هستم و یک شخص کاملا تنبل و بیکاره. من مثل آزاد بیادرم نیستم. یک آدم ناتوان هستم. نتونستم دست کسی را بگیرم که دوستش داشتم. من هیچ کار کده نتونستم. علی، تو هم مثل بیادرت یک شخص شجاع هستی. تو کوشش نکردی که محبتت به دست بیاری، بلکه به خاطر از بین بردن عروسی کوشش کردی که همراه سونا فرار کنی. کوشش کردم اما به هدفم نرسیدم. اما در این مسئله میتونی کامیاب شوی. با سپری کردن تداوی فیزیکی تو میتونی که دوباره صحتمند شوی، دوباره به پای خودت استاد شوی. بالای خود باور داشته باش و کم زحمت بکش بچیم. شما سر خود باور دارین که حافظتان دوباره به دست میارین و ما را به یاد میارین پدر. به خاطر همی کار زحمت میکشین. از مخواه تنها پایم فلج است. اما شما تمام حافظتان از دست دادین. سونا پایتا دراز کو. چرا میشرمی جانم؟ مقبوله در پشت سونا بالشت بان که راحت باشه زن. لازم نیست، راحت هستم. حال راحت شدی دخترم؟ راحت هستم مادر جان، راحت هستم. مادر با کسی نگوین که سونا حامل است. باز کسی ما را نظر نکنه. راست میگی بچیم، خدا نکنه. یک مدت بگذره باز
اگه بچه باشه تمام منطقه را از خوشی بچه شیرینی توضیح خواد کدام. انشالله شما مادر و دختر قصه کنین. من دیگه دکان میرم. مقبوله. اگه سونا با چیزی ضرورت داشت بریم زنگ بزن. خودگه من میرم. بخیر بریم. شما سر خود باور دارید. حافظتان دوباره به دست میارین و ما را به یاد میارین. به می خاطر تلاش میکنین. از ما خب های فلج است. اما شما تمام حافظتان از دست دادین. تمام حافظتان از دست دادین پدر. پدر، ما آزاد هستم. بچه تان هستم. ما بچه تان هستم. ما هیچ چیز به یاد ندارم. علی بسیار خرد بود. شما را به یاد ندارم. اما من شما را به یاد دارم پدر. پیش از رفتنتان مرا به اسب سواری برده بودیم. مادرم زمرد او را به یاد نداره؟ نه به یاد ندارم. مادرم هیچ وقت قبول نکرده که شما مرده. خدا را شکر. ببینین ای از شما سامتو نیست؟ بله از بس. ای گردن بند مادرم با شما آماده کرده بودن. ببینید جیم کاف جمال کرمان یعنی نامتان است. نام ما جمال است ها؟ بله شما جمال کرمان است. پیش از اینکه کاکایمشان اونا را پیدا کنن ما باید پیدا کنیم. در مسائل دشمنی بسیار مردم جان خود از دست داد. آقا آزاد، هر قسم که باشه ما کوشش میکنیم که پیش از دیگران او اطفال پیدا کنیم. یعنی ما مطمئن باشم ها؟ میفهمین آمر صاحب اونا حتی با یک طفل کوچک هم رحم نمیکن. اونا هر قدر که هوشیار باشن باز ما موفق میشیم. دلتان جمع باشه. آمر صاحب فقط شما کمک کده میتون. نفر از پشت ما میاین. زود باشین بریم. اما الیف دویدن نمیتونه. الا در اونجا هستن. بیادر زود شوین. کدوم طرف رفتن؟ اگه اینجا استادا می بودن باز دزگیرشان میکردیم. مطمئن هستم اینجا خدا پد کردم. در اینجا نیستم. باید از اینجا بره. دیگه جای میپاله. بره. ای بار او استاد بسیار اشتباهی بزرگ کرده. باید جزایی کارش ببینه. یک بار اونا را پیدا کنن باز من میفهمم که امرای او زهرا چی کنم. خدا کنه هیچ پیدا نشه. علی تو مثل بیادرت گپ نزن. کاش که کاکا، کاش که مثل بیادرم میشدم و خود از این زندان نجات میدادم. متوجه گپایت باش. این خانه زندان نیست. شما بسیار ناسپاس هستین. در خانه که نمکش میخوره نمکدانش مشکنانین. قدیم
بس از دیگه سر صدا نکن. من سر هر دو بچم افتخار میکنم. خدا را شکر که دوشان اشخاصی هستند که بسیار جسور و هیچ کسی از دستشان ضرر نمیبینه. معذرت میخوایم که سرنان ناوقت آمدن مادر. خدا کنه زیاد منتظر نمانده باشی. از هیجان زیاد دست پای میلرزید. از همون خاطر راوق شد. چطور معلوم میشم؟ مقبول شدیم یا نه؟ پاست. چی؟ با حد پاست شده این که سر یک دختر بیگانه تهمت بسته میکنه. اگه درباره او استاد گپ میزنی قدر بیگانه نیست. من با چشمای خود دیدم که دخترها را میبرد. گپ ما گوش کن. گفتی درست روشنی نشده بود. میشه اشتباه کرده باشی. امکان داره استاد نیک کسی دیگه بوده باشه. پس به همین خاطر خواستی که مرا ببینی دارم؟ به هر قیمتی که شده از او استاد دفاع میکنی؟ جانم من خود گفتم که او را دیدم. دلت که باور میکنی یا نمیکنی؟ اگه چیزی نخوری با سر و پا استاد شده نمیتونی. دلم نمیشه. تشکر. دخترم فعلا در پرورشگاه است. میخواستم یک لباس جدید برش بگیرم و برو موره ببینم، اما پول نداشتم. وقتی خواستم دزدی کنم باز مرا دستگیر کردن. حتی با دیدن دخترم هم رفتن نتونستم. خیریت باشه. شام بخیر. شما را ناراحت ساختم. ما میخوایم درباره مرحوم باران پولاد بپرسم. یعنی میخوایم درباره او دعوایشان بکنم. چیزی که لازم بود ما با پلیس گفتیم. چیزی زیادتر از اون نمیفهمیم. برو از اینجا. فقط میخوایم گپ بزنم آقا، لطفا. یوسف فکر میکنم یک بار از اینجا تیر شده بود. وقت از اونا فرار کردیم باز را گم کردیم. الیفان بسیار خسته شده. یک بار بیبی حتما تو هم خسته شدی اما تو نیست. اگر راستش بگویم ما هم خسته شدیم. هوام بسیار سرد شده. حالا دیگه کجا بریم؟ باید به خاطر سپری کردن شب یک جایی به خود پیدا کنیم. بیاین که بریم. تا وقت کمرایتان گپ نزنم هیچ جایی نمیرم. تو نیک از زندگیت سیر آمدی؟ چی میخوایی ها؟ ما میخوایم زندگی یک طفل را نجات بدم که درباره خون و مال چیزا نمیفهمه. خب چرا بچه به گناه مرا نجات ندادن؟ او آدم پدر یوسف بود. وقتی که اونا بچه مرا کشتن و وقت کجا بودی ها؟ وقتی که خانه ما را تباه کردن کجا بودی؟ درست است. حق با شماست. هر چیزی که بگویم ناقص. بیاز او گفتنش هم تأثیر نداره. اما اگر یوسف بکشین باز بچه‌تان دوباره خاط آمد تا چه وقت مادرای ما دستوگ اولادای خود عشق بریزن. بس هست دیگه از جاد گپ زدی برنگم شه. ببینین آقا، اگر به یوسف کمی ضرر برسه باز تو خوبی را ببین که مرا تهدید میکنی. اگر تو پای خدا دخیل بسازی باز از او کده زودتر خود مردی. درست است. انتظار نکش.
شریک کنه. آها بسیار مزه‌دار است. قسمی که خوش داره. تو همیشه همه قسم چای می نوشیدی. بعضی چیزا می باشه که هیچ تغییر نمیکنه. مثل تو. زمرد با اتاق ما برو دخترم. یک قوطی خورد است او را گرفته بیار. درست است، همین میارم. بگیرین مادر. از وقتی که تو رفتی من ایره پیش خود نگاه کرده بودم. این ساعت مثل من منتظر صاحب خود بود. سونا، هر چیزی که دلت میشه بگو که مقبوله برات پخته کنه جانه. نه خیر، چیزی دلم نمیشه. خوب دیگه، حالا میز جمع میکنم. مام کمک میکنم. تو دا جایت بشی. تو ملکه ای خان هستی. تو فقط استراحت میکنی، کار نمیکنی و مقبوله خواهرت هم خدمتت میکنه. بخیر که به سالن بریم. تو اینجا را جمع کن و برای ما چای بیار. بخیر. آرام بشی. حتما مادرت هست. بعد از این هر دقیقه برات زنگ میزنه. بله لطفا گپ بزنه. کی هستی؟ بله. در این وقتا قسم زنگای بی صدا زیاد میایه جمشید. یه احمقا از مزاحمت مردم دسته میکشن. در قصهش نیستم. زن، با نظرم جمال آفزایشه با دست میارم. نترس. اگه چیزی را به یاد بیاره باز فکر میکنه که قسم رویه میکنه؟ چی بفهمم؟ بیبی حالا دیگه با گپ زدنم شروع کرده. بعد از این چی میشه؟ ما همراه او کاری خواد کردم که بسیار زود حتی نام خودم فراموش خواد کرد. تو تشویش نکن. با گپ زدن زیاد سرت به درد آوردم خواهر. حالا دیگه تو درباره خود بگو. دخترایی را که فرار دادی اونا کی هستن؟ یک شاگردم است. یک دختر خرد است. اول او را از مکتب بیرون کردن، بعد او را مثل یک برده به خانه خود بردن. او دختر اصلی او خانواده نبوده. خواهر نه که درباره گلسوم و راشد گپ میزنی. ما درباره‌شان شنیده بودم. تو اونا را میشناسی؟ گلسوم و راشد از قریه ماستن. اونا را خوب میشناسم. وقتی که زهرا تولد شد نمیفهمم که از کجا برشان پول آمد. زندگیشان خوب شد، بعدن از قریه کوچ کردن. راستی تو تاریخ تولد زهرا را به یاد داری؟ گفتی که اونا را بسیار خوب میشناسی. قبول میکنم که اونا را خوب میشناختم، اما قدر رفت آمد نداشتیم. یک بار سر صدا شد که طفلش مرده. بعدش گفتن که نه خیر زنده است. این گپا دروغ است. باز چند وقت بعد از قریه رفتن. اگر میخوایی واقعا چیزی را بفهمی باز از قبار مادر بپرس. او کل چیزا میفهمه. قبار مادر کی است؟ او زن قابلی قریه ماست. دخترای گلسوم او ولادت داده. تمام رازشان هم میفهمه. 1 سال پیش دیده بودمش. خدا کنه که زنده باشه و او را بتونی ببینی. تا فردا صبح اینجا می باشیم. باید همگی ما تحمل کنیم. درست است.
شاید که در اینجا ما را پیدا کردن نتونن. گوش کن یوسف، ما اون نفرها را پیش از این هیچ وقت همراه قدیم خود ندیده بودم. باور کن اگه هدفشان پیدا کردن ما باشه، باز چرا همراه خود اسلحه آورده بودن؟ اونا میخواین فقط ایلیف ببرن. ما تو را کار ندارن زهرا. حالا دیگه هوا بسیار سرد است، باید داخل بریم. خواب شوین. شما تشویش نکنین، من تا صبح بیدار هستم. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. چی کردین؟ کدام خبر خوش است بچیم؟ استاد شب رفتم کمرایشان گپ بزنم اما هیچ فایده نکرد. نمیفهم چی کنم. چطور خود چطور استاد؟ تو همراه ملکه باش. بانکی ای بار من ای کار انجام بدم. فکر نکنم که اینجا باشه بیادر. از پولدارش منصرف میشیم. منصرف نمیشم فهمیدی؟ ما باید لباسه اپر از خون او را به پدرش روان کنم. پدر هنوز او را پیدا کردن نتونست. پلیس ها آمده بودن زیاد پرسیدن. بعدش هم آزاد کرمان آمد میخواست برای یوسف گپ بزنه. او میگفت او بچه چیز خبر نداره، لطفا این کار نکنین. هر کس هر چیزی که میگه بگوید. تا وقتی که یوسف پیدا نکردیم خانه نمیایم. اینا در نزدیک قبرستانی یک خانه داشتن، همون تو نیست؟ بله داشتن بچه، در نزدیک قبرستانی. فکر میکنم شاید یوسف همراه دوستاش به اونجا رفته باشه. با ما هم نزدیک است، همون تو نیست پدر؟ راست میگه بچه، همونجا رفته باشن ها. بیاین که بره. جانم، از دیشب تا حال چیزی نخوردی. لطفاً یک دو لقمه خو بخو، حل دیگه. در این وضعیت نان خورده میتونم برفین. خواهرایم گم هستن. خوب است. درست است. فهمیدم. تشکر میکنم، زنده باشین. منتظر خبرتان هستم. دهان خدا باز نمیکنه. میگه نمیفهمم که اونا کجا رفتن. باور کنین پدر، من سر استاد ملکه شک دارم. همون زن خواهرای اختطاف کرده. اگر اونا به تنهایی کجا رفته میتونن؟ شما تشویش نکنه. با عقلی که زهرا داره حتی میتونه شیطانم فریب بده. حتما یک جای پیدا کرده که پنهان شوند دیگه. ای که زهرا چقدر عقل داره هیچ شک ندارم. تو باید دعا کنی که اونا را صحیح و سالم پیدا کنیم. اگه اونا را چیزی شوه باز تو هم طرف خانه پدرت روان میکنم. حالا باید کدام طرف بریم یوسف؟ ما تمام شب فکر کردم اگه برای چند شب خانه پدر کلانم بریم خوب میشه. یعنی خانه بابی مرحومم. ده اونجا ما را پیدا کردن نمیتونن. ایلیف جان دیگه نترس. بیبی حالا به یک جای محفوظ میریم. ما چند روز همونجا میباشیم. وقت ما را پیدا نکنن باز پشت ما را اعلام میکنن. بریم. او دم کدر هر روز به جمال خان میتی همو تو نیست؟ بله میبرم. عروس پیش از صبحانه خوردن رو می نوشه.
بسیار زود حتی نام خودم فراموش میکنه. اگه دلت چیزی شد باز همون لحظه برام زنگ بزن. من زود میایم. هر چیزی که خواسته باشی برات میارم. درست است؟ زنده باشین. تو هم زنده باشی جانه. خداحافظ. بله؟ بله سونا سونا صدای من میشنوی؟ دیگه زنگ نزن علی، دیگه زنگ نزن. سونا من خب برات گفته بودم من خانم جمشید هستم. اگه بار دیگه زنگ بزنی حتما به جمشید میگم. هر چیزی که میگی بگو، اما من تو از اونجا بیرون میکنم. اون با پای خودم هیچ کس مانع شده نمیتونه. نوش جانتان. آمدی بچم، من همه رو بهش قابطه میارم. نه خیر مادر، دلم نمیشه. صبحانه نمیخورم. پدر بیاین شفاخانه میریم. البته که میریم. بعدشون به دکان میریم. پدر و بچه با آرامی قصه میکنیم. در خانه پیش زنا چی میکنین که میشینین؟ به دکان برین کار و بار خود پیش ببرین. خداحافظ. خداحافظ. بخیر با خبرهای خوش بیاین. روز خوش بچه. صبحتان بخیر. سلام علیکم. علیکم السلام. خیریت باشه ابراهیم خان. اگر کدام خبر تازه بود برام خبر بده. درست است. درست است. خداحافظ. از دخترها هنوز خبر به دست نوردین؟ نه خیر مادر جان. استاد با پلیس چیز نگفتم. میگه که در این کار من دست ندارم. هیچ فکر نکرد که امروی او دخترها چی خواد شد؟ اگه کدام بلای به سر اونا بیایه باز کی حسابی ای کار میته؟ البته که ما باید بتیم. بازم ما را مقصر خود فکر کرد زن احمق. چقدر زن بی وجدان است. با اندی اونا هیچ فکر نکرده ای تصمیم گرفته. خیریت باشه. تو چطور دایسا به وقت آمدی؟ هیچ. فقط به دیدن تو آمده بودم. دوران تو چی میگی؟ عروس به دیدن ما آمده بعد از قسم نگو. زلال با زحمت میشی دخترم. میشه که تو هم همراهیم کمک کنی؟ بله چرا نه؟ تو هیچ از خدا نمیترسی؟ چرا بالای استاد ملکه تهمت بسته کردی؟ از کجا میفهمی که من تهمت کردیم؟ تو یک دروغگو هستی. میخوای گوره تباه بسازی، از او خاطر این کار کردی. دسترک پیشوری کلگی از مویش کش نکرده بودی؟ خوب کردم فاطمه خانم، این تهمت سرش کردم به خاطر که حقش بود. اگر ایره قبول نکنی که دروغ گفتی، باز با کلگی خواد گفتم که تو سر دوران تاویز کرده بودی. با این قصر دیگه تو را نخواد ماندن. اگر تو دهن خدا باز کنی، باز ما هم به همگی میگم که تو اونا را کمک کرده بودی که از اینجا فرار کنن. به خاطر چی استاد ملکه اونا را پنهان کرده؟ تا چی وقت میخوای این دختر به این کارایش ادامه بده؟ بالاخره اونا را پیدا میکنیم تا آخر پنهان نمیمانه. مادر کلان، شاید ملکه ای کارا نکرده باشه. چرا گناهش ناحق به گردن میگیرین؟
به خاطر که استاد ملکه و قسم نیست. دیگه کی کار کده میتونه؟ زلالام اونا را دیده. نیکی دروغ میگه. ما دیگه میرم. ایگه پایش خلاصی ندارم. بانک زنها در بین خود گپ بزنه، ما تو دکان میریم. درست است پدر، شما بره. ما همراه زلال گپ میزنم. درست است. نوش جانتون. باید همراه نامزد خود خداحافظی کنه دیگه. یک بار نوجین مادر خبر شود که تو دختر از اینجا بیرون کدی، باز تو از یه حویلی بیرون میکنن. تو چه قسم یک دختر شیطان هستی زلال؟ خداوند هیچ کس در دام دوار شیطان نندازه. بیبی اما تو ده دام افتادی. اگر تو دهن خدا باز کنی و چیزی بگویی، باز ما میگپه به کلگی خواد گفتم، برشان میگم که همراه او دخترها کمک کدی. ما چی میشنم؟ تو خوب میفهمیدی که ملکه ای کارا نکده. بازم سرش تهمت کردی. واقعا تو را کشتن یک آدم بیگناه در او دنیا بسیار گناه بزرگ است. را میفهمید؟ بدون خداوند دیگه کس جان کس را گرفتن نمیتونه. ابراهیم خان ناخود خستن اساسه. این کار برگشت نداره. ما این قسمت زیر لاشه نمیشینیم. باید هر کسی از خدا ببینه. ما قصد خون خود حتما بگیریم. خون نمیشه با خون بشوییم. به شما آرامش نمیده. هیچ کس حقی کار نداره. لطفاً به این کار بیهوده خاتمه بدیم. کسی که کار شر رها کرده یک کار خیر انجام بده بسیار خوبی میبینه. شما باید پیش قدم باشین. نمونه ای کار خیر باشین. میفهمید که بر ما بسیار ارزش دارین. نمیخوایم که قلبتون رو بشکنانیم. خواهش میکنم در این کار مداخله نکنید. تصمیم ما جدی است. بچه های ما یوسف از بین میبرن. به خاطر کشتن کس دیگه جگرخون نمیشین. اما کم درباره اولادای خودم فکر کنید. خدا میفهمه که چند سال زندانی خواهد شدن. هم شما از اولادایتان دور میباشین و همونا از اولادای خود دور میباشن. اولادای ما عزت و شرف ما رو به جای خود کردن. ما این قسم شرف و عزت نمیخوایم مرد. او بچه همراه دخترها به مهمانخانه خود رفتن و بچه های ما به تعقیبشان رفته. برین مانع اونا شوین. باور کو یک وقت اینجا مثل جنت بود. صبح تا شام همراه پدر کلانم می بودم. زنبور اصل پرورش می دادیم و اصل جمع آوری می کردیم. او بهترین روزای ما بود. چطور این کار کردم میتونی احمق؟ ما همراه تو چی کنم؟ از بین ببرمت ها؟ ها؟ از بین ببرمت؟ دوران این کار نکو. دست با خونی کثیف نسوز بچه میلایش کن. تو مداخله نکو خانه. را برا. تقدیرش بیبی در جایی که تولد شده همونجا از بین میره. اما اگر توی قسم رانندگی کنی باز از ما کنه پیش پولیس ها اونا رو پیدا میکنن. حالا دیگه زود شو. را برا. زود شو. واقعیت بگو. دورانی کارو نکن، دستم درد میکنه. بچیم تو چی میکنی؟ آرام باش. دوران دستش ایلاکو. نه خیر مادر. دیره به اوزا میبرم که دوباره ازارت خدا بته. بعدش باز خدا میفهمه. بچیم تو دیوانه شدی چطور؟ اظهارات چی؟ بلیاز خدا دستش ایلا کن. تو ای دختر شیطان حقیقتا نگویم ایلا کدنیش نیستم. بچیم کمی آرام باش، بگو چی شده؟ از کجا میفهمی که استاد بیگناست؟ مادر ای دختر احمق برای ما دروغ گفته. کسی را که دیده ملکه نبوده. ملکه اونا را فرار نداده. اگه ملکه کمک نکده پس کی به او دخترها کمک کرده که فرار کنن؟ این زلونا را از حویلی بیرون کرد. من دیدم. یک چند روز اینجا می باشیم. نفرهای قدیم خان اینجا را پیدا کردن نمیتونن. تو نجات پیدا کردی خواهر جان. بیبی هیچ کس تو را پیدا کردن نمیتونه.
بیا اینجا پد شویم. دا داخل کی است؟ هیان بیادر یوسف؟ یوسف چند دخبات پیشت میاییم. ملکه تو خوب هستی؟ بسیار میبخشی ملکه. زلال اشتباه کرده بود. امی که اشتباه خدا درک کرده آمد اصارات خدا پس بگیره. اگه دایی سن خود کس را اشتباه دیده باشه باز وقتی که پیشه و چی خود کرد بیچاره. یک بار ما ازشان بپرسم که کدام کار باقی نمانده باشه زود پس بگیر. خانم شما اینجا بیاین. فکر میکنم تو متوجه ساختیش. بازم معذرت میخوایم. اما بسیار خوش هستم که آزاد شدی. بخیر. آزاد خوش شدم. اگه اینا بخواین حتی انسان هم از بین میبرن. اما ما هنوز اینجا هستم. تشکر. تشکر. زنده باشن آقا. درست است. هیچ مشکل نیست. رفتم میتونی. استاد ابراهیم زنگ زده بود. خب دوباره برش زنگ بزن. شاید درباره دخترها کدام خبر است. استاد میبخشین موبایلم آدم موتر فراموش کرده بودم. من نشانی اونا رو پیدا کردم. در نزدیک قبرستان پدر کلان یوسف یک مهمان خانه داشته، همونجا رفتن. اما نفرای اینام به تعقیبشان هستن. درست است استاد، فهمیدم. ما خود اونجا میرسونیم. فهمیده شد. چی شده؟ چی گفت؟ نشانی اونا رو استاد پیدا کرد. خدای من 1000 بار شکرت. انشالله که اونا رو پیدا خود کردیم. انشالله. کمربند تبسته کن. فاطمه چندین سال میشه که همراه ماست، اما تا حالا هیچ اشتباه او را ندیدیم. مادر جان یک اشتباه کرده دیگه. مادر شما بزرگی خدا نشان بتین. میفهمی بهترین کار بخشیدن از زمرات، اما من این کار نمی کنم. فاطمه را صدا کن. مادر یک بار دیگه هم فکر کنین. او بیچاره تناس چی کنه؟ کجا بره؟ تو مداخله نکن زمرو درست. وقت سر کس رحم کنی باز در مقابلت سر بلند میکنه. ما ای همه را دیدیم. دیگه سر کس رحم نمی کنم. باید همراه اینا همه قسم رویه کنیم زمرد. وقتی این کار کرده باشه حتما درباره عاقبتش هم فکر کرده. شاید به خود جایی بود و باش داشته باشه. بسیار کار اشتباه کردی. در تمام این سالات تو را دختر خود گفتم. تو را از دخترم کم فکر نکردم. حتی رازهای خود به تو گفتم. روزی رسید که اولادای منواسایم همراه ما خیانت کردن، اما هیچ از توی توقع را نداشتم. چیزی را که به ما دادی و چیزی را که ما دادیم جبران شوه. حقتا علال کو فاطمه. حالا دیگه لوازم خود جمع کو و از اینجا به همیش برو. من نمیخوایم در این خانه آدمای خیانت کار ببینم. هرچی زودتر از اینجا برو.
پدرت به خاطر قتل کس زندانی است. 16 سال زندانی می باشه. اما گفتن که شاید 2 سال زودتر آزاد شود. نباید از اینجا میرفتم. اگه من در اینجا می بودم باز شاید. اگه نمیرفتی تو را از بین می بردن یوسف. اونا بسیار ظالم هستند، باور کن. اما از اینکه تو زنده هستی من بسیار خوش شدم. قلبم راحت شد یوسف بیادر. پدر بیچاره در نبود ما چقدر رنگ دیده. زهرا، مادرمشان هم همراه خود میبریم. اونا رو به استانبول میبریم. تو دیوانه شدی؟ اونا را فراموش کن یوسف. اگه پیش مادرت بری تو را از بین میبرن. حتی در اینجا محفوظ نیستی. اگه کس شما را دیده باشه باز چی؟ لطفاً آزاد، دگان تیز برو. از آدم ها کلم ها باید زودتر اونا را پیدا کنیم. درست است ملکه، آرام باش. با پلیس ها خبر دادم. شاید وقت اونا را پیدا کرده باش. خدا کنه اگه اونا را چیز شوه باز من خود بخشیده نمیتونم. تو چرا خودم مقصر فکر میکنی ملکه؟ نتونستم که ما نشان شوم. خدایا همراهشان کمک کن. یعنی که فاطمه کمک کرده که اونا فرار کنه ها؟ دایی چند سال ما را سینه در خانه خود نگاه کردیم. با خدا زاریم ترخید دخترها کجا بوده میتونن؟ اونا کجا رفته میتونن؟ بچیم؟ خسته نباشین. خوش آمدین. خوش آمدین. بیاین بیشینین. بفرمایین. خدا میفهمه که اینا چی میکنن. یکیش فلجا، دیگه ایشان بیافزه. زمرد، همیاله به دفتر رسیدیم. بسیار خوب است. اگه علی قسم ادامه بده باز بسیار زود خوب خواهد شد. تشکر، زنده باشی. خدا حافظ. پس از امی خاطر هیچ تشویش نمیکردی. هیچ در قصه او دخترا نبودی. ایره میفهمی که اونا کجا رفتن؟ تو بالای اونا رحم کردی اما مادرم بالای تو رحم نکرد. حالا دیگه بخیز، لوازم خود جمع کن. نباید مادرم تو را در اینجا ببینه. جمع نمیکنم. چی گفتی؟ با گپ مادر مخالفت میکنی؟ تو از خانه بیرون کرد. دیگه منتظر چی هستی؟ حالا دیگه از اینجا زود برو. گفتم جمع نمیکنم خانم. به خاطری که تو مانعی کار میشیم از اینجا نمیرم. نه خیر جانم، هر کاری که دلت خواست میکنی. باز من پشتیبانی تا میکنم. همونطور است؟ بله. اگه نه باز به دوران خواد گفتم که من مادرش هستم. ده نبود ما به تنهایی کارا را پیش بردی. تشکر میکنم. حالا دیگه ما برگشتیم. خوبی تا جبران خود کردم. خوبی چی؟ اگه کدام کار کردیم فقط به خاطر خانواده ایم کردیم. بازم کار میکنم. اگه تو خسته میشی باز ایچ اینجا نیا بیادر. ما تو را درک میکنم قدیم. فکر میکنی که ما کل چیز فراموش کردیم و کارا چطور پیش ببرم. اما تو کل چیز برم یاد خود دادی نه؟ ما پول اضافی ندارم که به شما بدم. از اینجا گم شویم بریم. از این کار خود پشیمان میشی.
تو ما را در بالا خاط انداختی. ما باید به اینا پول بده مگنه. این دکان سر ما چپخات کردن. اگه تو این موقع را برشان مساعد نمی ساختی بازی کار نمیشد. تو این بلا را سر ما آوردی. حالا دیگه این بلا را دور بساز. با یادم آمد بیادم. با یادم آمد که چی کردی. Oğlum right kordorum Yusuf. آزاد! اونا رفتن حال زهراشون از بین میبرن. آزاد باید یک کار کنه. تو هم اینجا بیادر اتاقا خالی بودش کسی نیست. از کجا رفته باشم؟ بیادر شاید زیر میز پل شده باشند. ایلیف زهرا چه میکنی؟ چرا در کارهای ما مداخله میکنی؟ میخوایی که تو رو از بین ببرم؟ چرا گپا نمیفهمی احمق؟ زیر میز بیبی اینجا کسی نیست. بگو اونا را در کجا پت کردی ها؟ در جیبم. او را ایلا کنین.
اسلحه تا بنداز. بگو که بندازه. بنداز. بیادر برین که پلیس آمدن. دقیقش نشو، از راه عقب ما براین. بیادر شما براین، ما از پشتون میایم. مالکا تو خوب هستی؟ خوب هستم. تو چطور؟ ما هم خوب هستم. یوسف امرای دخترها کجاستن؟ وقتی اینجا نیستن معلوم دار است که فرار کردن. بیبی ای زهرا است. یعنی کنا اینجا آمده بودن؟ بسیار خوب شد که فرار کردن. کجا رفته باشن؟ خدا میفهمه که در چی وضعیت باشن. هیچ کس خبر نخواد شد که با آدانا میریم. در ضمن اونجا کار میکنم و پول پیدا میکنم. بعدش وقتی به استانبول رفتیم باز همراه ما یک مقدار پولا میباشه. بسیار خوب شد، اما تو نیست ایلیف. بعد از این همه ما خوش میباشیم. نه کرمانی ها میباشن و نه او قصر خستگان. پدر چی شده؟ به یادم آمد علی، درست همینجا بود. کاکایتام اینجا استاده بود. به یادتان آمد ها؟ چی شده بود؟ جنگ میکردیم. بسیار زیاد عصبانی بودم. عصبانی بودین؟ اما چرا پدر؟ درباره کدام مسئله پولی بود. من هم میخواستم که پول بتم، اما این میخواست به هر شکل که شما پول بتم. کاکا چیزی که پدرم میگه شما به یاد دارین؟ نه ما چیز به یاد ندارم. خب دیگه کی اینجا بود؟ برای کی شما میخواستین پول بتین؟ درست است علی، پدرت از یاد خسته نساز. با مرور زمان کل چیز به یادش خواهد آمد. راست میگین کاکا، شما واقعا راست میگین. فاطمه استاد شو. من گپ خدا گفتم خانم عدیه، من از اینجا هیچ جایی نمیرم. پس من به مادرم چی بگویم؟ علت نرفتن تا چی بگویم ها؟ یک چیز بگو دیگه. اگر نه باز علت نرفتن من خودم میگم. چندین سال میشه که به خاطر نزدیک بودن به خان صاحب و اولادم هر نوع سختی را تحمل کردم، اما دیگه بس است. حالا دیگه هیچ چیزی بر عزیز دادن ندارم. هدیه چی گپ شده؟ فاطمه درباره چی گپ میزد؟ پدری بسیار خبر خوش هستم، یالا به مادرم زنگ میزنم که با هم خوش شوه. صبر کن، زنگ نزن. خانه که رفتیم باز کلگی یک جایی میگیم. فکر خوب است. خیرت باشه کاکا، چی را میخواین بگوین؟ بعضی چیزها را پدرم به یاد آورده بیادر. خوب میشه بخیر. کاملا نه، اما بعضی چیزها آهسته آهسته به یادم میآید. پدر جان به مرور زمان کل چیز به خیر به یادتان میآید. شما هیچ تشویش نکنید. انشالله بچیم، انشالله. فاطمه وقت اولاد میگفت منظورش چی بود؟ بگو. او میگه او بچه ها را بزرگ ساخته، تمامشان مثل اولاداش هستن. درباره دوران آزاد و علی میگفت. البته دیگه جدا شدن از اونا برش بسیار سخت است مادر. بیچاره نمیخواد از اینجا بره. اگه او را ببخشین و اجازه بکن که اینجا باشه باز بسیار خوب است.
فاطمه بالای اولادای ما حق داره. تو از چی وقت است که اینقدر درباره فاطمه فکر میکنی ها عروس؟ چند دقیقه پیش وقت گفتم از خانه بره باز چرا او وقت صدایت نکشیدی؟ حتی طرفداری مرا میکدی. راست میگن، اما وقتی حال فاطمه را دیدم باز بسیار جگرخون شدم. بیچاره است مادر. باز دیگه ای کارا نمیکنه. حال درس خود گرفته. اگه واقعا تر است پس درس را که گرفته بره به دگرام یاد بده. دروازه ما بر رویش بسته است. میفهم که پلیسا در تعقیب اونا هستن، اما فکر نمیکنم که پیدایشان کرده بتونم. خب حالا چی کنیم؟ باید پیش از او احمقا زهرایشان را پیدا کنیم. جستجو میکنیم. از یک طرف پلیسا میپالن و از طرف دیگه ما دروازه به دروازه میریم. شاید کسی اونا را دیده باشه. ملکه تو خوب هستی؟ بله خوب هستم. خب دیگه بیا که بریم. شاید کلاگی در جستجوی ما باشند. استاد ملکه، آقا آزاد، تمام اعضای خانه، همچنان دشمنای ما. اما در اینجا به هیچ وجه ما را پیدا نمیتونن. خب پس تو چرا پریشان معلوم میشی؟ به خاطر مادرمشان تشویش دارم. اگه دشمنای ما به اونا ضرر برسانن باز چی؟ خب یک بار به مادرت زنگ بزن. عیان بیادر حتما موبایل داره. به همین بهانه یک بار صدایشان بشنوی. از خوب بودنشان اطلاع میافی. مام ده اولین فرصت به استاد ملکه زنگ میزنم. برش میگم که خوب هستیم. هوش کنی ای کار نکنی. زهرا اگه زنگ بزنی کلاگی جای ما را میفهمن. چند وقت باید صبر کنیم به خاطر که اونا پشت ما را رها کنن. بعداً باز خبر میشن. بگیرین دیگه. حتما گوش نشدین. تشکر عیان بیادر. نوش جانتان. یوسف حالا دیگه بگی بخو گوش نشدی؟ او آدما مطمئن هستی که به مادرمشان ضرر نخواد رساندن؟ درباره اونا فکر نکن. مشکل اونا همراه تو است. ما امروز قریه های نزدیک و خانه را رفتیم و دیدیم. از سنگ و چوب پرسیدیم. نه کس اونا را دیده و نه درباره‌شان شنیده. اگه اونا زهرایشان پیش از ما پیدا کرده باشن چی؟ نه خیر جانم. اگر قسمی بود باز حتما خبر می شدیم. خب چی کنیم دیگه؟ اینجا دو زیر علاشه بشینیم و منتظر مرگشان باشیم؟ نه خیر دو زیر علاشه نمیشینیم. به جستجوی خود ادامه میدیم. ما چند نفر از اقاربشان پیدا کردیم. اگه خانه مادر یوسف پیدا کنیم باز میتونیم بفهمیم کجاستن. بله. یوسف هر وقتی که باشه پشت مادر و خانواده خود دق میشه و پیشان میره. اگه به خانه نره باز حتما زنگ میزنه. خب هر چیزی زودتر باید همراه اقاربشان گپ بزنیم. خانه مادرش را پیدا کنیم. میخوایم زودتر زهرایشان را پیدا کنیم.
یوسف بیادرزاده است. هر سهشان بسیار کاریگر و آدمای خوبه هستند. یوسف کم خطرناک معلوم میشه. میفهم آدم جدی هست، اما اگه کتش گپ بزنیم شاید آدم خوبه باشه. ایان بیادر دوباره به قریه میره؟ فکر نکنم دیگه اونجا بره. پیش از اینکه او بره برش بگو همراه مادرت گپ بزن، اگه نه بعداً پشیمون میشی. درست است. آقا خیری شما را قبول کرد. ما دیگه آهسته میرم. متوجه خود باشین، درست است؟ ها، با چیز ضرورت داره؟ راستش میخواستم پیش از رفتن یک بار با مادرم گپ بزنم. یک بار صدایش بشنوم. دختریم بسیار زود خوب میشی. برات سوپ آماده میکنم تا فردا صبح بخیر خوب میشی جان مادر. مادر کلونم بسیار درد میکنه، بسیار زیاد. اما جان چطور هستین؟ چطور باشم دیگه بچیم؟ اسما دخترم تب کرده بالای سر ششتیم. شفا باشه. انشالله که بخیر خوب میشه. اما چی شده؟ نیک اسما مریض شده. اما کسی میخوای امروز گپ بزنه؟ مادر جان. یوسف بچیم باورم نمیشه خودت هستی؟ بیادرم از ها؟ خودم هستم مادر جان. چطور هستین؟ اسما چطور است؟ خوب است؟ خوب هستم بچیم. اسما کمی مریض شده، بسیار تب کردم. تو کجا هستی؟ ایان بیادر تا چطور پیدا کردی؟ در خانه پدر کلانم بودم، اونجا دیدمش. شما را پیدا کرده نتونستم. کوچ کرده بودین؟ بله کوچ کردیم. یک بالای بزرگ به سر ما آمد بچیم. ایان بیادر برم گفت پدرم هم زندانی ساختن. پدرت در زندان است، از تو هم هیچ خبری نیست بچیم. خانواده ما از هم پاشیدن. مرا ببخشید مادر، کار جاهلانه انجام دادم، شما را هم خفه ساختم. وقتی که رفتی بسیار گریه کردم، اما بعد از او کارایی که شد باز گفتم خوب شد که رفته بودی. اگر تو امرای ما می بودی باز او وقت بالای قبرت ششته گریه میکردم. کم از کم زنده خو هستی. من دوری تا تحمل میکنم بچیم. کم مانده مادر، تمام مشکلات حل میشه. خوش باشین. بچیم چطور خوش باشم؟ مادر گوشی را بده، ما میخوایم گپ بزنم. صبر که دختریم. بچیم از ما بیدار شد، میخوایم رایت گپ بزنم. بتین امروز گپ میزنم. مادر تشویش نکنین، بسیار زود پیشتان میایم. حال دهادانا هستیم، در اینجا کار میکنم و پول پیدا میکنم. بعدش پیشتان میایم، به استانبول میریم. انشالله بچیم، انشالله. مادری دوری ها دیگه تمام میشه، شما رو تنها نمیمانم، باز با هم زندگی میکنیم. بیادر جان. اسما خواهرم چطور هستی؟ مریض شدیم بیادر، سرم درد داره. تشویش نکن خواهر جان، جگرخون نباش. مادرم ازت مراقبت میکنه، بعدش مادرم تو را پیش من میاره. کلگی ما یک جای به استانبول میریم، دیگه جدا نمی باشیم. هنوز هیچ خبری نیست. تا حال ایلیفا پیدا نکردن؟ نه خیر مادر جان، کل جای را میپالن. چند روز میشه که خبر خوش نشنیدیم. فکر میکنم که این خانه نظر شده. حتما شما فقراره از دروازه ما بدون کمک روان میکنین. چطور ها؟ نه خیر مادر جان. نیک صدقه نمیتین، زکات نمیتین، شما چی میکنین؟ نوجین مادر کلان، پدرم براتان خبر خوش دارن. امروز بعضی گپاره به یاد آوردم. راست میگی؟ کل چیزا به یاد داری؟ کل چیز نه، اما بعضی چیزا در فکرم آمد.
خدا را 1000 بار شکر بچیم. چی را به یاد آوردین پدر؟ بر ما میگین؟ همراه قدیم جنگ میکنیم. کدام مسئله کاربار بود. وقت موضوع کار باشه باز جنگ حتما میشم. فردایی کارم میکنم. همراه علی یک جای ما به شفاخانه میرم. با خاطر خوب شدنم هر کاری که لازم باشه انجام میدم. خوب است. ما باید هم زهرایشان را پیدا کنیم و هم کسایی که پشت یوسف گرفته. باید مانعشان شویم. چطور منصرف خواهد شدن؟ اونا حتی به گپای استاد ابراهیم گوش ندادن. چشمایشان کور شده. ما یک مفکوره دارم. استاد، اگر خون بها بتیم چیه؟ بسیار قطعی گپ می زدن. اما ما وظیفه خود به بهترین شکل انجام بدیم بچه. خان صاحب کدام خبری از لیفا پیدا کردن؟ نه خیر، هنوز پیدا نشدن. هیچ خبر ازشان نیست. سر دخترم کدام بلایی نامده باشه. اگر در وقتش کل کارایت درست انجام میدادی بازی روز نمی آمد. تو در اینجا می باشی. بچه ها برات یک جای نشان میتن. برو. حالا دیگه شما هم در اینجا خواب میشین. اما فکر نکنین که تخت خواب راحت از ارگدان زیر یک کمپل خواب میشین. حالا دیگه ما با یک کمپل مشکل نداریم. تشکر. بریم. بگو یک قهوه آماده کنن. میخوایم امرای اولادایم یک جای بنوشم. نوشین مادر، حقتان حلال کنین. نتانستم که مانیشان شوم. اونا بی مادر و بیچاره بودن. بالایشان رحم کردم. اگر از دستم می آمد باز مادر زهرا را پیدا کرده پیش می بردم. نوجین مادر، شما بزرگ ما هستین. از همه خوبتر میفهمین که دور بودن از مادر چقدر انسان رنج میده. بزرگان میگن نباید اولاد از مادرش جدا کنیم.
دل ما هم به زهرا سوخت و هم به مادرش سوخت. درد اونا را درد خود دانستم. حقتان حلال کنین. به خوبی زندگی کنین. تو هم حقت حلال کو فاطمه. برو یک بار بپرس که چیزی ضرورت نداره. من میپرسم. منتظر دوران می باشم. تا وقتی که بچه من نبینم هیچ جایی نمیرم. در فکر چی خطور کده؟ ها؟ با دوران چی میخوای بگویی؟ با ما گوش کن. او زن هوش کنی که کدام کار احمقانه نکنی. ما همیشه هر گپ را قبول کردیم اما هیچ فایده نداشت. کدام ضرر داشت ها؟ اگر دوران به ما نمیدادی باز همراه او کجا میرفتی؟ ها؟ میتونیستی که قسم یک زندگی را برش مهیا کنی؟ چی گپ است؟ در اینجا چی میکنید؟ فاطمه میخوای از اینجا بره. آمدیم که ایره بدرقه کنم. دوران بچه ما گفت که تا تو رو نبینه هیچ جایی نمیره. درست است فاطمه خاله. اما در وقت شب کجا میرین؟ فردا برین. بچه ما میخوایم. نمیخوای نوجین مادر عصبانی بسازه، از او خاطر همیالی میره. خب درست است. هر جایی که میرین ما میرسانمتان. خوب میشه بچه بریم. اما بچم تو خود گوش نستی. ما برش تاکسی میخوایم یا که برستم میگم که برسانش. نه خیر لازم نیست. ما میرسانمش. به نظرتان خونبها را قبول میکنن؟ میفهمم این کار ما درست نیست اما یک بار کوشش خو میکنیم. انشالله قبول خواد کردن. استاد انشالله که گپ ما را قبول میکنن. انشالله. فکر بگی کمود بشقاب ما در زمین بندازی. خودت فکرت بگی احمق. باز گپا میزنی. بار دجایت بشی. درد دوری اولاد یکی از بزرگترین امتحانهای زندگی است. خداوند به هیچ کسی درد نده. اما نمیشه که خونه با خون شست. کشتن یوسف اولادتان دوباره نمیاره. بازم یک خانه دیگر آتش میزنه. بان که بسازه تا که از درد ما خبر شون اونا. نمیفهمی چه قسم منطق است. تو را به قتل برسانی او تو را به قتل برسانه. نکنین تمامش اشتباه است. با این کارتان همگیتان به جهنم میرین. از عقلتان کار بگیرین. این مسئله را دم اینجا تمام کنین.
اگه قبول کنین آزاد آماده است که خونبه های اولادتان بپردازه. نمیشه که در مقابل جان کسی پول بگیری و ای که خونبه ها چقدر دردتان کم میسازه. اگه خواسته باشین من یک راه را براتان نشان میتم. این پول بگیرین و یک مکتب یا خوابگاه بسازین. این قسم یک کار خیر بزرگ انجام میتین. با این کارتان هم خداوند خوش میشه و هم بنده هاش عزیزم. ما بسیار احترامت داریم، اما ما را درک کن ابراهیم خان. یوسف و جزای پدرش ببینن. تصمیم ما تصمیم است. هر قسم که میخواین. دنیا فانی است، آخرت آمدنی است. شما اولادتان در این دنیای فانی از دست دادین، اما اگه بخواین که جان یوسف بگیرین باز در این صورت آخرتتان هم تباه میسازین. اگه کسی یک مؤمنه به قتل برسانه باز در آخرت جایش برای همیش در جهنم است. با وجودی که میفهمین چرا گناه را انجام میتین، وقتی گپا را میفهمین پس منصرف شوین. خب دیگه فاطمه خاله، حالا چی خواد کردین؟ کجا میرین؟ برای چند وقت خانه دخترم می باشم. بعدشم دوران بچیم، ما باید برد یک چیز بگویم. بگوین. ما از اتاقت یک تعویض پیدا کردم. پیش از ما زلال در او اتاق بود، بعد از او تعویض پیدا کردم. بچیم، او دختر لیاقت تو را نداره، بسیار دروغگوی است، تو را تباه خواد کرد. ما میخواییم که همیشه تو خوش باشی. تشویش نکنین فاطمه خاله، به از ما همراه زلال عروسی نمیکنم. این طرف هست؟ بله، همین طرف هست. فاطمه خاله، اگه با چیز ضرورت داشتین زنگ بزنین. درست است، بچیم زنگ میزنم. برین دیگه. در نظارتخانه همراه یک زن معرفی شدم، برات گفتم یا نه؟ نه خیر. درباره قبار مادر کدام زن است برام گفت؟ امکان داره. خب در کجا است؟ گفت که در قریه پایین است، اما نمیفهمم که در اونجا هست یا نه. یک بار زهرا و یوسفشان پیدا کنیم، باز بعدش به دیدن او قبار مادر میریم. قبار مادر گفتی همون تو نیست؟ بله. خدا میفهمه کنها کجا هستن و در چی حالت هستن. زود شوین بخوابین که فردا بیدار شدن نمیتونین.
استاد چی گپ شد؟ قبول نکردن، اما جواب ردام ندادن بچه. هرچی نباشد دیگه خوب است. خوب دیگه بیاین که بریم. آی این بچه چی شد؟ روز با روز خوب شده میره. نمیفهم که چی کنم. بازم دلم میخواه که با خانه نیایم. دورانه چی میکنی درباره خودم فکر کو. جمال با مرور زمان همه چیز به یاد میاره. باز وقت چی کنیم؟ اگه کاری که ما کردیم به یادش بیاید. گفتی که برش دوام میتم. گفتی حتی نام خودم فراموش میکنم. معلوم میشه که دوا تاثیر نکرده. تو تشویش نکن. یک رای پیدا خواد کردیم که او رو چاپ بسازیم. نه ترس خواهر جان، کوشش کن که خوابت ببرن. فردا صبح وقت باید بیدار شویم و همراه یوسف به کار شروع کنیم. همین که پول جمع کردیم باز مستقیم به استانبول میریم. روزای خوب منتظر ما از خواهر جان. او وقت همیشه یک جا می باشیم و هیچ وقت یک دیگه خودت تنها نمیمونیم. دوران بله. وقت آمدی. با تشویش شدم. تشویش به خاطر چی؟ فاطمه برای چیزی گفت ها؟ یعنی درباره رفتنش از اینجا چیزی گفت؟ نه خیر، بسیار جگرخون بود. حتی وقتی که میرفت مرا در آغوش گرفت. برای اولین بار در او حالت دیدمش. انسان ها بعضا همه قسم میشن. حالا دیگه بچیم بخواب. حتما خسته هستی. شب بخیر مادر جان. شب بخیر بچیم. بله پدر. میشنو، شما کجا هستین؟ پلیس ها در تعقیب ما هستند. او احمقم از پیش ما فرار کرد. هر کاری که میکنیم بکو، یوسف پیدا کو. به هیچ وجه نباید بدنامی را قبول کنیم. خدا میفهمه که او احمق کجا رفته باشه. دیر یا زود حتما به دیدن مادر خود میآید. تا زیاد وقت نمیتونه از مادر خود دور باشه، چون دقمش حتما میآید. تا که او نبیاید ما هم از اینجا جای نمیریم. همینجا منتظرش میباشیم. تو را به خانه میرسانم. چند دقیقه استراحت کن. تا وقتی که نفهمم اونا کجا هستن چطور استراحت میتونم؟ گوش کن ملکه، تو باید استراحت کنی. اگر نه باز در حالت نمیتونیم که اونا را پیدا کنیم. فهمیدی؟ اونا را پیدا کرده خود دانستیم؟ حتما پیدا میکنیم. برات وعده میتونم. بازم بالای خود عصبانی هستی نه؟ باید هم عصبانی باشم، چون خانواده ما ترک کردم. مادر و خواهر ما تنها ماندم. پدرم هم در زندان است.
حالا اگه خواسته باشم پیش مادرمشانم رفتن نمیتونم. خواهر مریض است. هیچ کار از دستم نمیآید. میفهمی اگه حالا استاد ابراهیم همراه ما می بود باز چی میگفت؟ میگفت که در عقب هر کار شر یک کار خیر نهفته است. باز وقت خانواده تو را از دست میدادن. اما حالا دیگه دیر یا زود یک روزه پیش خانواده میری. وقت خوابت پوره شوه گپای خوب میزنی زهرا. ما همیشه گپای خودم میگم جانم. چقدر جالب است نه؟ بعد از چقدر وقت ما تو یک دیگه خود دیدیم از کوچه‌های استانبول به اینجا رسیدیم زهرا. ما ایره تقدیر میگیم. بخزن حالا دیگه. زود شوین دیگه. بیدار شوین حالا. بخز گفتم کم خواب شوین بخزن. بیرون شوین گفتم. بس از دیگه خواب نشین بخزن بیرون بیاین. حالا زود شوین. ما دیگه با کار کردن میرم. تو میتونی که همینجا باشی یا که بیرون بری و ساتری کنی. درست است؟ بیشین دوباره همینجا میایم. قسمه که پلک میزنی وقت با مو اندازه مگذره. متوجه باشی جانم. حالا گپا من نفهمیدین. زود شوین. زود مفت خورا برین. بیاین دیگه حالا. زود بیاین بیرون. زود شوین حالا زود شوین. گپا من نفهمیدین. سر زمین ها میرین. دا اونجا کار میکنین. اگه کسی کوشش کرد فرار کنه باز من امروز کار دارم گفته باشو. گپ من نفهمیدین؟ اما ما هنوز صبحانه نخوردیم. بچه‌م اول کمی کار کنین باز صبحانه بخورین. حالا دیگه زود شوین به سر زمین ها برین. دخترها بچه‌ها زود شوین برین. حالا زود شوین برین. گوش کنی دخترم، هیچ وقت کوشش نکنی که کمک کنی. فهمیدی؟ اگه برفین می بود باز وقت صبحانه را آماده میکرد. دجله دخترم هر دیگه همراه ما کمک کن. تو هم خو یک بار در این خانه کار کن. هدیه برو دوران صدا کن. تا حال ده حمام بود. میرم صدایش میکنم. دخترم بیا که صبحانه آماده کنیم. ما را کار داشتین. بیا اینجا بیشی. پلیسا هنوزم هیچ چیز نگفتن. همونطور نیست؟ هیچ خبر نیست. دوران ای قسم دیگه نمیشه. هیچ روی نداریم که با مردم نشان بدیم. بس چی کنم مادر کلان؟ شما فقط امر کنین. آزاد همراهی او استاد هر لحظه به تعقیبی هستن که زهرا و ایلیفا پیدا کنن. تو غیره میفهمی؟ هر قسمه که شوه او دخترام یک روز با استاد زنگ خود زدن. یعنی اونا حتما نشانی خدا با آزاد و ملکه میگن. اگه ای قسم نباشه باز ای خو معلوم داره است که از ما کده پیشتر اونا خبر میشن. اگه آزاد ایلیفا پیدا کنه باز اینجا نمیاره. راست میگن. راشدام امروی خود بگی. هر کاری که میکنی بکو. حتی آزاد تعقیب کو. اما ایلیفا اینجا بیار.
او را بیار تا که کلگی بفهمن که تو خان هستی. غلطه که خوش آمدین دخترم، بشینین. ملکه خوش آمدی. خوش باشی. چیز میل داری بشقاب بیارم؟ نه خیر، تشکر. چای می نوشی امیال دم کدام؟ نه خیر، نمی نوشم. خب چی کردین؟ اونا خونبها را قبول کردن؟ نه خیر، هنوز هیچ خبری نیست. درست است. برشان زنگ میزنیم. نه خیر جانم، قسم نمیشه، تاثیر بد داره. آزاد راست میگه. خب پس چی کنیم؟ دست سر دست مانده، منتظر مرگشان باشیم؟ من مسرت میخوایم. ما بسیار به تشویش هستم. کل ما هم یه احساس داریم. با خیالم که نخوابیدی. نه خیر، نخوابیدیم. همین که چشمای من بستم میکردم باز لحظه شلیک مرمی به یادم میامد. چه قسم بیرحمانه شلیک میکردن. نمیتونم که لحظه را فراموش کنم آزاد. در چشمای اونا دیدم که چقدر نفرت وجود داره. اونا کسایی نیستن که در مقابل پول آرام شون. اما تو راست. چشمای ما روشن. ما خانه مادر یوسف پیدا کردیم. بالاخره استاد، این دیگه یک خبر خوش است. حالا چای می نوشی یا نه؟ دگم چای میخورین بیارم؟ آرام بشی، ما چای نمیخوایم. بچیم یک بار دیگه با پلیس زنگ بزن، ببین که چیز به دست آوردن یا نه، شاید کدام خبر شده باشه. پدر یک ساعت نمیشه که زنگ زدیم. هر چیزی که به دست بیارن برای ما خبر میتن. اونا در این وضعیت کجا رفته میتونن؟ چی میخورن؟ چی مینوشن؟ شما ناق قدر تشویش میکنین. زهرا قبلا هم فرار کرده بود، اما چی شد؟ دوباره به قصر آمد، بازم همه تو میشه. شما خود دیدین، مطمئن نستم. بله مادر؟ دختر مقبولم چطور هستی؟ تشکر مادر جان، خوب هستم. شما چطور هستی؟ باندگه در قصه احوال پرسی نشو. همیاله بخیز و به قصر بیا. حالا دیگه وقتش هست که خدا به نوجین مادر نشان بدی. جایی که میریم بسیار دور است؟ نه خیر و قدر نه. صبح خیر. ما میخواستم امرایتان گپ بزنم. حال وقتش نیست. چرا؟ نکنه کدام کار عاجل داره؟ کاملا نمطور است. تا 2 ساعت دیگه پس میاییم، باز وقت گپ میزنیم. این کار عاجلتان درباره دخترها نباشه. نه که اونا را پیدا کردین؟ نه خیر، هنوز چیز نمیفهمیم. درست است. پس ما امرایتان میایم. میخوایم کمک شوم. چرا؟ نکی میخوایی دوباره ایلیفه به قصر ببری؟ بریم دیگه آزاد. اگه شما نگوینم خودم پیدا میکنم. خسته شدی ها؟ دستمام زیاد درد میکنه. تو بسیار بیکار هستی. مرا ببین، با یک دست کار میکنم. اگه به کمک ضرورت داشتی باز بر من گفتم میتونی.
گار شده. چی شده؟ پایم امرای بیل زدم، بسیار درد میکنه. بیا دست تا به بته. دختر بیکاره، گلگی سر کارتان برین. کار هستی؟ گپ من نفهمیدی؟ گفتم سر کارت برو. میخواستم برش کمک کنم. کلتان یک قسم هستین، به خاطر کار نکردن یک بهانه پیدا میکنین. را برو. الاکو دستشه، الاکو گوار میشه. کلتان بشنوین، تا وقتی که اینجا هستین باید همه قسم جان بکنین و کار کنین. کسی که کار نکرد برش نان دادن همیشه. مثل تو آدم های زیاده اینجا آمدن، یا که آدم ها رو کار میکنی یا که خودکم کده میری. بیادر پس شونه؟ نمیبینی حق اولیت از ماست؟ زود شو حرکت کن. خدا لعنتت کنه. بله راشد کجاستی؟ طرف قصر میرم خان صاحب. درست است، منتظرم باش میایم. امروز شد تو رسی؟ چیز جدید با یاد آوردی یا نه؟ بعد از چندین سال دیشب با اولین بار راحت خوابیدم. اینجا را خانه خود فکر کردم. اینجا خانه خودت است. با لطف خداوند بسیار زود خوب میشی. بخیر. ببینم که دکتر چی میگه. به نظر من بعد از چند سال این کار کمی سخت است. تو چی میگی ها؟ قسم گپ میزنی که نمیخوایی جمال خوب شوه. نه خیر مادر، چطور امکان داره که قسم بگویم؟ به خاطر اولادش گفتم، چون انتظار کشیدن او روز برشان بسیار سخت خود بود. ای که دکتر چی خود گفت نمیفهمم، اما با کمک خداوند حالا دیگه هر کاری که از دستم بیایه انجام میتونم. حالا دیگه پدرم واقعا برگشتن. اما با تو هر دوی ما یک جای دیگه امتحان کامیاب میشه. انشالله پدر، انشالله. چطور هستی دخترم؟ کدام مشکل خونه داری؟ نه خیر مادر، من خوب هستم، تشویش نکنین. چطور خوب نباشه؟ یک گپش دوباره تکرار نمیشه. دخترم میخوای که خانم مقبوله برات میوه بیاره؟ نه خیر نمیخوایم. دخترم قسم نمیشه، باید زیاد میوه بخوری، متوجه خودت و طفلت باشی. مقبوله خانم اگه به زحمت نمیشین میشه که کم میوه بیارین؟ دخترم قسم نکو، لطفا جگر خون نباش. بیبی طفلت در بطنت بزرگ میشه. چی فرق میکنه دیگه؟ من هیچ احساسی ندارم. بسیار کوشش کردم، بسیار سرم فشار آوردم. مادر من چی کنم؟ چطور از این طفل مواظبت کنم؟ میگذره دخترم، تمامش بخیر میگذره. یک بار طفل خودت در آغوش خود بگیری باز دیگه او وقت نه درباره چهار طرفت فکر میکنی و نه درباره گذشتید. تمام دنیایت فقط اولادت میباشه. نمیفهمم چطور یه احساسا پیدا کنم. من خودم هنوز یک طفل هستم مادر. میفهمم عزیزم، میفهمم.
اما هیچ کار از دست ما ساخته نیست. آله بهترین کاری است چیزی که همراه ما شده قبول کنیم. دزم این طفل هیچ گناهی نداره دخترم. تو مادرش هستی. برو آب بیار مقبوله. برو برای میوه بیار مقبوله. خانه را پاککاری که مقبوله. ما خود خانه خود مثل خدمتکار شدیم. بله؟ مقبوله؟ مشنم خان صاحب. بس اونا بگو اگه چیزی میخواه که برش بیارم. سونا خواب از خان صاحب. چیزی ضرورت نداره. خوب است بانش که بخوابه. خب متوجهش باشی هر چیزی که میخواه برای خانمم آماده کن. بچه‌شم خان صاحب. خانمش از دیگه. من بسیار خوب میفهم که چه قسمی محبت از بین ببرم. بیادر بیبی که کیا آمدن؟ فکر میکنم اونا میخواین یوسف پیدا کنن. معلوم میشه که برنامه ما درست بوده بیادر. آزاد حال اگر دروازه را باز کنیم و داخل زهرایشان باشد چقدر خوش میشه. لطفاً باید خواب دیدن را بس کنیم. فعلا برای ما فهمیدن این اونا در چی وضعیت هستن. بیا که بریم. سلام جانم. تو خواهر یوسف هستی نه؟ مقبولک مادر در خانه است؟ در خانه است. اسما دخترم کی آمده؟ بفرمایین. سلام خواهر، ما آزاد کرمان هستم. اینام دوستم ملکه سایگینر است. اینجا در مکتب هارمونلی درس میده. اگر کم وقت داشته باشین میخواییم که درباره بچه‌تان همراهتان گپ بزنیم. شما درباره بچه چی میفهمین؟ ما او را در استانبول دیدیم. همراهش در اونجا معرفی شدیم. ما کدام هدف بد نداریم خانم. ما به خاطر خوبی بچه‌تان آمدیم. بفرمایین. از ما چی میخواین؟ گوش کنین. میفهمیم که شوهرتان در زندان است و شما هم به خاطر او موضوع قتل به اینجا فرار کردین. دشمنای شوهرتان فعلا به تعقیب بچه‌تان هستند و ما نمیفهمیم که بچه‌تان در کجا است. همراه یوسف، شاگردم زهرا و خواهرش لیفام است. پیش از اینکه کدام بلای سرشان بیاید باید اونا را پیدا کنیم. به نظر شما اونا کجا رفته باشن؟ حالا دیگه وقت ضایع نکنین، زود شوین. بسیار کارا باقی مانده که باید پیش از شب انجام بدین. گپ مفهمیدین؟ دیگر خون نباش خواهر جان. من اولین بار است که با بیل کار کردم. از او خاطر قسم شده. باز تا فردا صبح خوب میشه تو تشویش نکن. حالا دیگه کاملا خوب شد. حالا بیا. دیگه بای بچه نان نتی. باید متوجه می بودی. تا شام باید گوش نبونی. باز وقت عقلت به سرت میایه. احمق. حالا دیگه برو. به من بسیار زیاد دادن.
برای من بسیار زیاد دادن. اگه کل شب با خارم باز کار کردن نمیتونم. یوسف براتون زنگ زد؟ یا که اینجا آمد؟ اگر چیزی دربارش میفهمین بگوین. او بدبخت چند سال میشه که هیچ زنگ نزده. کاش که او قسم اولاد هیچ نمیداشتن. ای قسم نگوین. او پشت شما و خواهر خود بسیار دق شده بود. نمیفهمم کجاست. او یکی چی میکنه هیچ خبر ندارم. بیا از او نمیخوایم دیگه دی خانه بیایم. دی خانه به او هیچ جایی نیست. خواهر ای کارتم است. اگر دربارش کنم خبر بد آوردین باز برام خبر بده. کارای ما زیاد شده بود. خدا را شکر میکنم که برفین آمد. چطور هستن نوجین مادر؟ خوب هسته؟ خدا را شکر. فکر نکنین به خاطر که اولاد مسیره میگم. دخترم حتی اگه کار دو خانه را انجام بده بازم خسته نمیشه. جوان است. البته که میتونه. باید هم اما تو باشه. حالا دیگه دخترم باهاش پس خانه برو. نوجین مادر اگه چیزی میخواستین باز مرا صدا کنین من زود میایم. از دختر میلیف کدام خبر داری نوجین مادر؟ اگه تو خبر نداشته باشی باز من چطور میداشته باشم؟ یگانه کسی که در این مسئله مقصر است او تو استی راشد. همه تو که گناه کردی باید جبرانشم کنی. از دست من چیزی نمیه مادر. من چی کدم میتونم؟ راشد بفرما خان صاحب. همراهت کار دارم بیا که بره. ها با اجازه تا نوجین مادر. علی اگه خسته شده باشی بریم امروز خاتمه بدیم باز فردا ادامه میدیم. نه خیر دکتر صاحب. قسمی که در برنامه من نوشته شده همون تو ادامه میدیم. آفرین علی. حالا دیگه با اتاقت برو چند دقیقه بخواب. خوابم نمیبرم. اگه نمیخوابی باز چند دقیقه استراحت کن. اگه نی جمشید بالای من قهر میشه. مقبوله کجاستی؟ بیا سودا را از دستم بگی اوزم. خان صاحب شما خوب هستی؟ گلگی کار میکنه اما تو فقط ساتیری میکنی ها؟ همراهی ما بیا دختر بریم.
خوش آمدین. خوش باشین. به خاطر پرسیدن امی آمدین که درسای ما چی وقت شروع میشه، تو نیست؟ با لطف و مهربانی خداوند هفته آینده به درسا شروع میکنیم. بخیر. نه خیر استاد، ما آمدیم که نام دختر خود از اینجا پاک کنیم. مام همونطور. شوهرم دکان داره، میخوایم که در اونجا کار کنم. درست است، اما آمدنشان به این جمعانه کارشان خود نمیشه. اینا هنوز طفل هستن. ده حقشان این کار نکنین. بیازو خودشم نمیخواه که درس بخونه. همونطور نیست دختریم؟ شما عجله نکنین. یک هفته به شروع درس مانده. بازم کمی فکر کنین. چی شده استاد؟ میخواستن نام اولادهای خود حذف کنن. بعد از حادثه که رخ داد معلوم دار از تمامشان ترسیدن. میگن که اولادایشان از چیز نشه، از همین خاطر این کارا میکنن. یک بار اینجا رفته تا کنیم کل چیز خوب میشه. خدا کنه. خب بگو بچیم، شما چی کردین؟ مادر یوسف دیدین؟ همراهش گپ زدیم استاد، گپ زدیم، اما او هم هیچ خبری نداشت. تو از این طفل خورد چی میخوایی؟ تو را غرض احمق. ایره راحت بان. با تو چی احمق؟ گمشو از پیشین برو. یوسف ای خواهرم است. ما به عوض کار میکنم. بار دیگه سر او دست بالا نکنی، فهمیدی؟ درست از میبینم، اما اگه بار دیگه همراه من مخالفت کنی باز تمام اینا را بدون پول رخصت میکنم. حالا دیگه با کارت برس کاکولی. گمشو. مادر یوسف نمیخواد که بچه خود ببینه. میگه حتی دیگه در خانه جای نداره. قلب مادر است دیگه. وقت اولاد خود ببینه فکرش تغییر میکنه. ما شماره تلفن خدا برش دادم. اگر معلومات پیدا کردن برای ما خبر میده. من خواهیچ امیده ندارم. اگه این قسم دست سر دست بشینیم باز چیزی به دست نمیاریم، وقت ضایع میسازیم. انشالله او خانواده پیشنهاد ما را قبول میکنن و از این دشمنی دست میکشن. متاسفانه اونا رد کردن. آزاد و ملکه دوباره آمدن. کجا رفته بودن؟ نمیفهمم، درست خبر ندارم، اما هر لحظه باید زیر نظر ما باشن. چطور؟ بسیار ساده است. تو اونا را تعقیب میکنی. گفتین ما؟ تمام شد. کار امروزتان تمام شد. بیاین بیاین بیاین. بیاقل طرف مسئل کو. تو جزایی هستی. به خاطر بیادبی امروز تو جزایی هستی. حالا دیگه حال گم شد.
تداوی علی بسیار خوب پیش میره. اگر می قسم ادامه بده نتایج خوب به دست میاریم. دکتر گفت عکس مشکلی نیست. خدا را هزار باد شکر. تو رام در این وضعیتت خسته ساختم. ایلیفم خوابید. بسیار جگرخون شده بود. زود خوابش برد. بیشرف حیوان است. سر یک طفل کوچک دست بالا میکنه. او ما را به نظر انسانی، به نظر حیوان میبینه. ما در اینجا تا چی وقت خود بودیم؟ نمیفهمم. به مادرم و خواهرم وعده دادم. گفتم کار میکنم و پول پیدا میکنم. شمارم پیش خود میارم. اما هیچ کار کردن نمیتونم. خواهرم مریض است. حتی نمیتونم وضعیت او را بپرسم. اگه موبایل می بود با زنگ میزدیم. ما براتون موبایل پیدا کردم میتونم. آزاد خان میبخشین. میخواستم بفهمم که از ایلیفم کدام خبر دارین یا نه. متاسفانه تا حالا اونا را پیدا نکردیم. هیچ کسی ازشان خبر نداره. ایلیفم. دختر کوچکم. خدا میفهمه دخترم چی میکنه و در کجاست. نمیفهمم که متوجه هستی یا نه، اما تنها ایلیف گم نشده. مامام روی که گپ میزنم. بیازو تو در قصه زهرا نیستی. خب دیگه ملکه بیا که بریم. بله میریم. من نمیتونم که چهره ی احمق ببینم. انشالله که پیدا میشن. مادر وقتی که بیادر ما ببینم باز دا آغوش میگیرم. البته که دا آغوش میگیری. دخترم میفهمم که تو هم پشتش دق شدی. بله مادر، من یوسف هستم. یوسفم، مادرت صدقه صدایت شود. مادر چطور هستین؟ خواهرم خوب شده؟ امروز نسبتا خوب است. تو در قصه ما نباش. خودت چطور هستی؟ خوب هستم مادر، کار میکنم، بیل میزنم. حتما زیاد خسته میشی. نه خیر مادر، من هیچ وقت خسته نمیشم. بسیار لذت میبرم. همراه دوستایم خنده کده کار میکنم. خدای هزار بار شکر. بچه متوجه خود باش. کارای سنگین نکنی. بچه‌شم مادر جان، دستای تا نمیبوسم. ما میبوسمت بچیم. با خداوند میسپارمت. روزای خوش داشته باشی. میشه که یک جای دیگه هم زنگ بزنیم؟ من میفهمم که با کی میخوای زنگ بزنی. هوش کنی که نشانی ما رو نگویی. این شماره رو نمیشناسم. خدا میفهمه که کی باشه. زود باش دیگه جواب بده. بله؟ بله. استادم زهرا؟ به
خاطر زنگ زدم که به تشویش نباشه. زهرا جانم کم بود از تشویش بمرم. کجا هستی جانم؟ بگو که پیشت بیاییم. میبخشین استاد ملکه، ای که شما را به تشویش ساختم و جگرخون شدین بسیار زیاد معذرت میخوایم. زهرا لطفا نشانی را بگو که بیاییم. راستش ما بله استاد ملکه. چارجش خلاص شد. زهرا بله. چی شد؟ موبایل قطع کرد. بدونی که نشانی خدا بگویه قطع کرد. آزاد اگه دیگه زنگ نزنه چی؟ خب درست است جانم، گریه نکن. کم از کم میره خوب فهمیدیم که اونا زنده هستن. باید خوش باشی. آره یک امید برای ما پیدا شد. به خاطر که موبایل آوردی بسیار تشکر. وقتی که استادت قدر در فکر تو باشه معلوم میشه که شاگرد لایقی بودی ها. اما تو بودم. دخترایی که در اینجا هستن هیچ مکتب نمیرن. چرا؟ به خاطر که اختطاف میشدن. بسیاریشون پدر و مادرم ندارن. بعضیشان نام پدر خودم نمیتونن که در مکتب بگوین. اما چرا؟ به خاطر دشمنی خونی دارن. بسیاریشون از خانواده خود فرار کرده اینجا آمدن، اما نمیفهمند که از قسم دشمنی کسی فرار کرده نمیتونه. خب دکتر چی گفت جمال؟ گفت دوایت به وقتش بخور. در ضمن مرا به بخش عقلی و عصبی شفاخانه روان کردن. اونجا به خاطر چی پدر؟ ها پدر، او را روانشناسی میگن. با تکلیف شما هیچ ربط نداره. انسان های عادیان پیش روانشناس میرن. هر چی که باشه بچیم. گفتن این نوع تداوی برات بیشتر کمک میکنن. ایران برم گفتن که شاید خودت نمیخوای چیز به یادت بیایه. یعنی چی جمال؟ آی جمال نمیخوای چیز را به یاد بری چطور؟ گفتن بعضی اوقات انسان به خاطر فشارهایی که بالش میاد چیزی را به یاد آوردن نمیتونه. اونا هم تو گفتن. اما وقتی که دکتر دید من خودم میخوایم گفت که میتونم. مرا تداوی میکنن. بخیر همه چیز به یادم میایه. انشالله. قدیم خوب نیستی؟ نیستم. چطور خوب بودم میتونم زن؟ نشنیدی که یاداش جمال دوباره میایه؟ کل چیز به یاد میاره، حتی یا به یادش خاطر آمد که میخواستم او را بکشم. آرام باشه، قدر تشویش نکن. یک چاره حتما برش پیدا میکنیم. چه قسم چاره؟ هوش کنی جادو نکنی فهمیدی عادیه؟ ای بار تصمیم میکنم کاری که تکمیل نشده بود بخیر تکمیل میشه. مادر جان پشت شما زیاد تخ شدید. اگه مرا میبینید لطفا کمک کنید. دستم زیاد درد میکنه. بیا که ما مرهم بزنیم خوب میشه. اینقدر گوش نشده که صدا شکمت با گوشم میآید. چی کنم بیا در شکمم سیر نشده. اگه مادرم میبود باز برای ما هنگ میخواد. دمی حالتم بر راحتی خوابم میبرد. گریه نکو گریه نکو جان مادر پیشت هستم. گریه نکو گریه نکو جان مادر. گریه نکو گریه نکو عزیز من جیگرم سوخت.
حالا زود باشین بیرون بیاین. گفتم بیرون بیاین. بیادبا بیرون شوین. گفتم بیاین بیرون. بیاین بیاین بیاین. بیاین بیرون بیاین. جمع شوین یک جای کلتان. حالا از بین شما یکیتان ساعت مرا دزدی کرده. هر کسی دزدی کرده زود پس برم بده. اگه من خودم پیدا کنم هیچ خوب نمیشه. استخوانایتانم مشکنانم. هر کسی گرفته پس برم بده. برین همه جا را بپالین. یوسف ساعت تو گرفتی. یوسف لطفا راست بگو. یوسف اگه تو گرفتی زود پس بده. بگو که پیدا کردم. یک بهانه کو. یوسف بیبی اگه اونا او را پیدا کنن بسیار بد میشه. برات گفتم نگرفتیم. بالا این باور نداری؟ ساعت پیدا کردم خان صاحب. یکی از دخترها گرفته بود. یعنی که شما دخترها گرفته بودید. بیادر شاید آزاد کرمانی نشانی یوسف بفهمه. از همین خاطر اینجا پیش مادرش آمده. بگی دخترم بخو که بخیر سر حال شوی جان مادر. ده این وقت کی باشه؟ تو نان تا بخو من بیایم. کی است؟ شما کی هستین؟ یوسف کجاست؟ بگو! نمیفهمم. چقدر خوب. خوش هستم که همراه خانوادم یک جای صبحانه میخورم. براتان چای تازه میارم. تنها خدمت نوجین مادر میکنی دختر. با مام چای بیار. خدا نکنه بیادر. تو بیادرم هستی. البته که خدمتت میکنم. عدیه کجاست؟ چرا به صبحانه خوردن نامد؟ مادر جان صبح وقت به خرید رفت. گفت که در خانه ای چیز نمانده. نه خیر. دیروز خود من رفتم خریداری کردم. چی بفهمم؟ حتما کدام چیز کمبود بوده دیگه. جمال تو نباید می آمدی و به هیچ وجه نباید خوب شوی. به هر صورت این سمارق حتی فیلا می کشه. بگو اوزن بگو اگر میکشمت فهمیدی؟ من نمیفهمم. هنوزم میگی نمیفهمم. خوب میفهمی بگو. بگو یوسف کجاست؟ من میفهمم که بیدرم کجاست. نه خیر دخترم. بیدرم بعد آنا رفته. آفرین خورترک. بگو دیگه که بیادرت کجا رفته؟
گفتم بعد آنها رفته. به خاطر کار اونجا رفته. برفین دخترم، تو اینجاستی؟ دختر مقبولم. مادر جان، من صبح وقت بیدار شدم، خواستم صبحانه را امروز من براتان آماده کنم. اوی دخترک قندم. هر کاری را به خاطر شما انجام میدم. هنوزم کم است. مادر شما خوب هستین؟ امروز خوب به نظر نمیرسه. خوب هستم. تو برو دیگه دخترم، خسته میشی. من هستم. حالا دیگه برو. درست است. من میرم گلاسا را جمع میکنم. آی مادر، شما منتر پخته میکنین؟ بسیار خوش دارم. یوسف تو نمیخوایی که امرای ما گپ بزنی؟ زبانتان نه، دستتان به کار بندازین. مادر یک چیز بگوین لطفا. مادر خواهش میکنم گپ بزنی. دخترم برم کمک کن. من باید بخیزم. مادر یوسف باید بفهمانه ملکه تا که نشانی یوسف برای ما بگوید. او بیچارم زیاد ترسیده که نمیگه. میشنوم. خان صاحب بچه من نجات بدین. شیوانم رای بیادرش رفتن که او را بکشن. بچه من میکشن خان صاحب. از برای خدا بچه من نجات بدین. درست است خاله جان، درست است. ملکه را زود بره. چی شده آزاد؟ برام بگو. میگم برات زود بیا. بله خان صاحب. بله راشد. حتما اونا از چیز خبر شدن. تو اونا را تعقیب کن، من نزدیک هستم، فوراً میرسم. خان صاحب صبر کو. استاد شو. بازم تو؟ ها ما میخوایم از وضعیت دخترام خبر شوم. خان صاحب از اونا کدام خبر دارین؟ ما هم در جستجویشان هستیم راشد. دعا کن که پیدا شوند. کجا رفتن؟ از این طرف رفتن. نتانستیم مانایشان شوی؟ خان صاحب اگه عجله کنین میرسیم، زود شوین. آشپزخانه زیاد خوشبویی شده. چی آماده که دیه؟ سمارق سر تپس قدیم خوش داره. به جمال آب ببرم میایم برات کمک میکنم. نه خودم آماده میکنم. برو متوجه شوهرت باش. بیا زیاد وقت نداریم که با هم بگذرانیم زمرد خانم. خانم هدیه، شما امرای نوجین مادر گپ زدین؟ ها گپ زدم. هر قدر برش زاری کردم گفتم هیچ فایده نکرد. اما خاطرت جمع باشه، من نوجین مادر قانع میسازم. وقتتم نمیگیرم. یک بلا خلاص نمیشه دیگه شروع میشه. توبه.
زود باش احمق. تیز برو، تیزتر. وقت نان است. حالا زود بیاین. یوسف، بسیار معذرت میخوایم. من نباید بالای تو شک میکردم. مرا میبخشی؟ وعده میکنم دیگه هیچ وقت بالای تو شک نمیکنم. بله زن، بگو. هر کاری میکنی بکو. جماله به غذای چاشت خانه بیار. باید کارش یک طرفه کنیم. چه قسم بیارم؟ او امرای علی فعلا در شفاخانه است. پس زنگ بزن بخوایشان. یک بهانه کن. نمیتونم زن. ای بار هیچ کار نمیتونم. سلام علیکم. چی رو نمیتونین خان صاحب؟ آزاد خواهش میکنم تیزتر برو. کم دگام تیز برو. خدایا اونا را کمک کن. لطفاً در پناه خود نگاهشان کو. آرام باش ملکه. انشالله پیدایشون میکنه. چی شده؟ تایر پنچر شد. آی حالا چی کنیم؟ ما تایر را تبدیل میکنم. تشویش نکن. یا هم در یه وقت پنچر شد. خب اونا خدا اینجا نیستن. خان صاحب چند دقیقه پیش حرکت کردن. خان صاحب خیرت است؟ زنده باشی. خیرت باشه. تایر پنچر شده. بله. شما در اینجا چی میکنین؟ ای گپا ربان. بیاین هر جایی که میرین ما میرسانمتون. بریم. بیاین. علی گفت که شما برین منتظر نباشین. کارشان در شفاخانه زیاد دوام میکنه. من خواستم پیش خودت بیایم. کار خوبه کردی. میفهمم که پیدا کردن بچه‌ام یک تصادف بودن نمیتونه. خداوند خواسته که ما دوباره یکی دیگه خدا پیدا کنیم و دوباره یک خانواده شویم. خانمم، دخترم، بچه‌هایم، مادرم. و بیادرم.
آدیا غذا آماده کده ترام دعوت کده. بسیار خوب. پس هر دوی ما با غذا خوردن خانه میریم. دشمنی خانوادگی دارن. میخواین یوسف پیدا کرده از بین ببرن. حتی به ایکو هنوز خورده از دل نمیسوزانن. سر دخترم کدام بلای نه خان صاحب؟ تو چقدر یک آدم خود خواستی. زندگی تمامشان در خطر است. اما قنم میفهمی؟ یوسف اگه همراه ما گپم نزنی بازم همیشه همراهت می باشم، دوستت می باشم. تو را هیچ وقت تنها نمیمانم. هلیفه میگیریم از اینجا میریم. اینجا جای خوب نیست. یعنی تو مرا بخشیدی؟ پس درست است بریم. نمیپرسی کجا میریم؟ نه خیر، چون بالایت اعتماد دارم. الیف؟ خواهر جان چی شده؟ اون لعنتی به شرفتار لط کرد. کسی برای چیزی گفته؟ تو بگو بچیم یوسف کجاست؟ الیف نفهمیدم چی میگی. بیا زهرا که یک دفعه بریم خود ما ببینیم چی گپ است. نخیر، او 3 نفر ما را پیدا کردن. همینجا هستن. اما کسایی که دشمن خانواده ما هستن؟ فوراً باید از اینجا بریم. از این طرف بریم. هلا تو خو هیچ وقت به غذای چاشتخانه نمی آمدی. خیریت باشه. امروز بیادرم به خاطر ما آمدم مادر. میخوای که من زود هر چیز دوباره به یاد بیارم. همونطور نیست بیادر؟ ما یک بار پیش آدیا میرم گوش نشدیم. آدیا نکو. از همین کار منصرف میشیم. احمق نشو. این مشکل باید زودتر حل شود تا بیغم شویم. یام غذای جمال. میخوایی رو ببری قدیم؟ اگه غذا آماده است من ببرم هدیه. تا حال تنها یک بشقاب کشیدیم از جمال است. بگی از شوهرت تو ببر. بیبی شوهر خدا با دستای خدا از بین میبره. زن خاطرت جمع باشه. من متوجه میباشم. توبه
چیزی باقی مانده که من ببرم خانم کاکا؟ نه خیر، همه چیز بردیم. حالا که اینجا آمدی تو اینا را بگی ببر داخل. مدرسه خدا ششته میایم، درست است؟ درست است. چطور است که مرچم همراهش ببرم ها؟ ها درست است، ببر. کمی که از این نخورم نمیشه. زیاد مزه‌دار شده. پیدایشان کردیم. زهرا، استاد ملکه، خدا را شکر. بیادر، از اینجا یوسف زده میتونی. اگه به دخترها اصابت کنه باز چی؟ کلشان کشته شود. یوسف نمار، یوسف. یوسف ملکه. بله، لطفاً یک امبولانس روان کنین. نشانش میگم. تحمل کن یوسف، تو باید به زندگی خود ادامه بدی. تو یک بچه بسیار قوی هستی، لطفاً تحمل کن.
خانسای به خاطر از دست دادن اونا هیچ جگر خون نباش. بیاز او پلیس ها و احمقا را قسم شده دستگیر میکنن. انشالله که به هدف شما خود نمیرسن. انشالله نمیرسم. خدا کنه که یوسف چیز نشه. خدایا همراه ما کمک کن. لطفاً یوسف از پیش ما نگی. او را خوب بساز. او بسیار بچه خوب است. یگانه دوستم است. خان صاحب حال دیگه چی کنیم؟ اونا دختر پیدا کردن، پلیس ها اونا را دستگیر خواد کردن. کار ما دیگه تمام از بیا که بریم. شب راشد. هر جایی که خواسته باشی رفته میتونی. خان صاحب صبر کن. کاری که سری اطفال میکنی قانونی نیست. تو با کدام حق بالای اونا کارای شاقره میکنی ها؟ قماندان صاحب تمام خیمه ها را دیدیم. تمامی اطفال از مکتب فرار کردن. نصف زیادشان مریض هستند. قماندان باور که خودشان از این خواستند که برشان کار بودم جای بوده باشم نداشتن. برشان جای دادم، نان دادم، کار بدی کردم. با خاطر سکورش جانشان کشیدی. اونا را گشنه نگاه کردی. در هوای سرد اونا را مریض ساختی. آدم بی احساس. قماندان صاحب پاش دوزه بزن. حالم رای ما بیا. بله پدر، ایلیفا پیدا کردیم. دختر ما پیدا کردیم. با مادر کلانم بگوین تشویش نکنه. ایلیفا شام به خانه میارم. آفرین بچیم. مادر دوران ایلیفا پیدا کرده. شب او را دوباره به خانه میارم. صدقه بچیم شبم. بیزو دوران من هر کاری را که بخوای انجام میده. یک کرمانی واقعی است. خب درست است. خداحافظ. باز میبینیم بچیم. خداحافظ. خب خان صاحب حالا دیگه کجا میریم؟ تو هنوز آمامی جستی. خان صاحب فکر کردم یک جای آمدیم و یک جای میریم. باید جای نمیرم راشد. کمه کار دارم. خان صاحب زیاد برم پر نگو از اینجا گم شه. خان صاحب ایلیفا میبرین اما تو نیست؟ آفرین حالا دیگه فهمیدم. با اندازه که بی عقل معلوم میشی و قدرام نیستی راشد. خان صاحب حالا دیگه چی خود کردیم؟ دیدین مادر جان؟ همی که کار به دوران سپردین گپتان به زمین انداخت و ایلیفا پیدا کرد. آفرین دوران اجازه نداد که سر ما خم شود. همه قدر بس است که ساجق دهن مردم شدین. دوران بچیم از دیگران متفاوت است. به هر صورت حال دیگه کلگی ما فهمیدیم که کی چه قسم آدم است. غذای جمال خانه چی کردی؟ برفین گفت که من میارم. من یک بار ببینم. تشکر خانم میر. برفین از این بشقاب چیزی خوردی ها؟ برم راست بگو. مادر شما چی میکنین ها؟ گفتم چیزی خوردی یا نه؟ یک قاشق خوردم مادر. چی کنم تحمل نتونستم. زود همراهی من بیا زودچو بیا دیگه برو. با تشناب میری. مادر بلیاز خودم در تشناب چی کنم که برو؟ چیزی را که خوردی دوباره باید برگردانی. اما چی قسم؟ به خاطر که دو بشقاب زهر انداخته بودم. چی؟ زهر داشت؟ برو زود شو. عجله کن. آزاد چی شده؟ در اتاق عملیات است. با مادرش زنگ زدم و خبر دادم. بسیار زیاد کوشش کردم که چیز نفهم اما بازم فهمید. گفت هر چی زودتر میایم. خب دکترها چی گفتن؟ وضعیتش وخیم است؟ چیز نگفتن اما به خون نیاز داره. باید آمادگی بگیریم. با چند جای خبر دادم ببینم که چی خواهد شد. گروپ خونش چی است؟ خونش بسیار کم پیدا میشه ملکه. او آرچه منفی. چی گفتی؟ فکر که پیدا کردیم. گروپ خون ما هست. من همیاره میرم به پرستار خبر میتم. خوب دیگه ای کارم میکنیم. مرام گفتن که کدام اوراق باید امضا کنم. میرم که کارایش خلاص کنم. درست است. زود میای. دخترا همینجا منتظر ما باشین. درست است؟ هیچ جایی نرین. درست است. شما تشویش نکنید.
دوستت دارم. نمیخوایم از تو دور باشم. من بسیار زیاد دوستت دارم خواهر جان. حتی در اونجا ندانستم به خاطر گپ زدن تو شوا. باید مرا ببخشی. خب حالا دعا میکنیم که یوسف خوب شود، درست است؟ بیا بشینیم. خان صاحب یک دقیقه صبر کنین. اگه قهر نمیشین میخوایم یک چیز بگویم. زود شو بگو، چه میخوای بگویی؟ راستش خان صاحب تو خوب میفهمی علی و زهرا هنوزم زن و شوهر هستن. زهرا میخواد که در قصر زندگی کنه. خب خان صاحب میخوایم میره بگویم که امرای نوجین مادر گپ بزنین تا زهرا را قبول کنه. میفهمین دخترم خورده است، ایلیف ما بسیار خورده است. خان صاحب گناه داره، لطفاً خواهش میکنم. درست است، همراهش گپ میزنم. هرچی تو بخوای یا متخواد شد. بیا از نوجین مادرم همین قسم میخواد. خداوند تو را خیر بده خان صاحب، خداوند تو را خیر بده، زنده باشی. تو کی هستی که برام میگی چی کنم چی نکنم ها؟ کی هستی؟ حدتا بشناس راشد. اگه نمیفهمم همراه چی کنم، فهمیدی یا نه؟ کسی که به آشپزخانه میره پس نمیایه؟ جالب است. شما راست میگین مادر. من متوجه شدم، یک بار رفتم میبینم. گفتن که از او غذای دلخواهت آماده کنیم، اما کجاست که بیاییم؟ نه شاید حال پخته شده باشه. خدای متوبه، وضعیت اینجا را بیبی. شما کجاستین؟ ما به تشویش شدیم. برفین دخترم تو خوب هستی؟ تو را چی شده؟ فشارش پایین شده بود. وقتی که سرش گیج شده باز چیزی که در دستش بوده از دستش رفتیده. جانم، البته که قسم میشی به خاطر که تمام روز کارهای خانه را انجام دادیم. راستش با خیالم که همه تو یک گپ شد. من غذای جمالم میبرم، تو هم سرمیز بیا، یک دو لقمه بخور، شاید که خوب شوی. درست است؟ مادر چی گپ است؟ او غذای زهری برای کی بود؟ وقتی که از تپه جمع میکردم باز زهریای شده دیگه انداختیم. تو هم بهتر از قسم گپای ناقه نزنی. به هر صورت حالا دیگه بریم، منتظر ما هستن. بفرما. بسیار خوشمزه معلوم بشه. نوش جان. در زنده خواب مان. نیکو مثل مادرم از این دنیا خواد رفت. خواهر جان، دکتر هر کار از دستشون بیاره برش انجام میده. انشالله که زنده میمانم. اما مادر من نجات دادن نتونستیم. کلاگی گفت که مادرت زنده می باشه، اما اون مرد.
یک گپ میپرسیدم. بفرمایید. با نظرم یک مریضه به نام یوسف اینجا آوردن. ما از دوستایش هستیم. در اتاق عملیات است. اقاربشم اونجا منتظر هستن. ملکه خانمم در اتاق با یوسف خون میته. زنده باشین. بیا به منزل بالا میریم. آقا آزاد کدام خبری است؟ نه خیر، هنوزم عملیات جریان داره، اما او خوب میشه. انشالله. شما گشنه نشدین؟ براتان چیزی بخوردن بیارم؟ من چیزی نمیخوایم، اما ایلیف گشنه است. ما چیزی نمیخوایم. ای قسم خونم همیشه دخترم از گشنگی ضعف خواد کردین. ما میرم یک چیز برای خوردن میارم، اما تو استاد ملکرم امرای میارم. شما جایی نرین، درست است؟ درست است. خدا من خیرتون بده. من دیگه باید همراه علی به شفاخانه برم. منتظر باش، ما هم همراهت میایم جمال. میخوایم ببینیم تداوی علی چطور پیش میره. برفین دخترم بیا که تو رو ببرم. دکتر اکبر تو رو معاینه کنه. چرا؟ برفینه چی شده؟ چیزی نیست مادر. زمرد همیشه قسم گپا را کلان میسازه، فقط سرش چرخ خورده بود. زیاد کار کرده، ضعیف شده، از اون خاطر بشقاب از دستش رفتار. باید دکتر اکبر معاینه‌اش کنه. تو چرا برام نگفتی هدیه؟ حالا دیگه دخترم همراه خانم کاکایت برو. راستش نه خیر نوجین مادر، کم استراحت کنم باز بسیار زود خوب میشم. خان صاحب ایلیفا میخوایی امرایت ببری؟ حالا فهمیدی؟ خان صاحبی کارا نکن. یک بار بیبی بیچاره چه قسم خواهر خدا در آغوش گرفته. گناه داره خان صاحب. خان صاحب از این کارت صرف نظر کن. درست از خان صاحب چوب می باشم. خواهر من میخوایم تشناب برم. ایلیف جان تشناب تا اونجاست، بیا که تو را ببرم. چطور هستی؟ خوب هستم. دستم کم درد داره، اما خداوند خانم پرستار خیر بده بسیار زود خون گرفت. زهرا و ایلیف کجاستن؟ ده بالا هستن. میرم برشان خوردنی میارم. با تو هم بیارم. دستم درد میکنم، من چیز نمیخوایم. به خاطر یوسف بسیار به تشویش هستم. کل ما به تشویش هستیم ملکه، اما تو باید یک چیزو بخوری به خاطر که خون داری. ما باید از دخترم محافظت کنیم ملکه جان، اما تو نیست؟